اینم همون آستینیه که خیلی دوستش داشتیم. برای طراحی این مدل آستین میایم یه آستین ساده برمیداریم، از خط راستا یا خط وسط آستین 6 سانت به طرفین میرم. به این شکل قد آستین 3 ربعه، پس قد آستین رو کوتاه میکنم و از این نقاط یک خط عمود به خط جدید مچ میکشم. این خطوط رو به این شکل برش میزنم برای عوضمان دادن و دقیقاً از این نقطه که میبینید 7 سانت خطم رو امتداد میدم در دو طرف کارم و 14 سانت با یک خط عمود جلو میرم و این قسمت عوضمان داده رو جوری امتداد میدم که به این 14 سانت به این شکل برسه. پس اینجا 12 بود که 6 سانت به طرفین رفتم، 7 سانت بالا، 14 سانت جلو و دقیقاً در دو طرف این کار رو انجام دادم. این خط هم باید 7 سانت باشه. عدد 7 رو روش پیدا میکنم. قسمت هاشور خورده قسمت دور ریز کار منه. به این شکل وقتی کار رو برش میزنم الگوی من به این شکل در میاد عزیزان و باید اینطوری تا کنم و از تاج آستین بدوزمش و دیگه آستینم آماده است. حالا رو پارچم بهتون نشون میدم. ابتدا این دوتا قسمت رو به هم بدوزین، با زاپاس 1 سانت برگردونین تا کنین، به هلال تاج بدوزین، خط بغل رو بدوزین و دیگه کارمون تمومه.